ریشه های زندگی امروزی بشر و نوع تفسیرش از زندگی رو باید در رنسانس جستجو کرد. سبک زندگی انسان از دوره رنسانس دستخوش تغییراتی شد که باعث شد هنر و نگاهش به زندگی متحول بشه. به همین خاطر زندگی مدرن و هنر مدرن رو در رنسانس باید دنبال کرد. رنسانس دوره تحول و تغییره. سلام دوستان، در این پادکست قصد داریم در قالب 2 قسمت هنر و معماری دوره رنسانس رو بررسی کنیم. لطفاً سابسکرایب کنید و نظر خودتون رو در قسمت کامنت ها ذکر کنید. متشکرم. در قرون وسطا ما شاهد سیطره مذهب بودیم. مذهب مسیحیت تمام شؤونات زندگی مردم رو در بر گرفت. کلیسا به عنوان مرکز اتفاقات مهم قرار گرفت. کلیسا کنترل افکار و عقاید مردم رو در دوره قرون وسطا بر عهده داشت. اجازه تغییر در خارج از چارچوب خود را به جامعه هرگز نمیداد. به مرور و از حدود 1200 میلادی پایه‌های تغییر ایجاد شد. این پایه‌ها دلایل مختلفی داشت و آرام آرام باعث به کنار رفتن مذهب شد. نگاه سنتی به دنیا و مذهب کنار رفته و نگاه انسان گرایانه تر و خرد گرایانه تر جایگزین شد. رنسانس رو به دوره انسان محوری یا همون اومانیسم هم میشناسن، زیرا که در این دوره انسان جایگاه واقعی خودش رو پیدا میکنه. در قبل از رنسانس و به ویژه قرون وسطا انسان به عنوان موجودی گناهکار شناخته میشد. مسیح به خاطر گناهان انسان به صلیب کشیده شد. انسان ذاتاً موجودی گناهکار بوده و به همین خاطر ریاضت کشیدن در دین مقدس شمرده میشد. گفته شده نوع زندگی ریاضت کشی و صوفیگری که در اشعار شاعرانی از جمله حافظ وجود داره از غرب وارد ایران شده. در دوره رنسانس همه این تفکرات تغییر پیدا کرد. گفته شد که انسان موجودی ارزشمنده. همانند یونان باستان بدن انسان به عنوان یک سوژه مورد استفاده قرار گرفت. این تغییرات بر اساس انسان و دید پرسپکتیو انسانی تغییر پیدا کرد. از جمله دلایلی که انسان قرون وسطا خواستار ورود به رنسانس و بازگشت به دوران و عقاید 1500 سال پیش در رنسانس شد رو میشه در شکل‌گیری طبقه بازرگان در جامعه از جمله خانواده مدیچی دونست. این طبقه بر روی مواردی سرمایه گذاری میکردن که واقع گرایانه تر بودند و با جامعه تفاوت داشت. مجموعه تغییراتی که ذکر شد در هنر هم اجرا می شد. جامعه به سمت هنر واقع گرایانه تر پیش رفت. پرسپکتیو در این دوره به رشد واقعی خودش رسید، زیرا که هنر را واقع گرایانه تر نشون میداد. هنرمندان به سمت سوژه هایی می رفتن که کمتر به موضوع مذهب ارتباط داشت. به نقاشی آفرینش آدم اثر میکلانج نگاه کنید. خدای خالق در این اثر از حالت ملکوتی خارج و به شکل انسانی ارائه شده. همچنین به مجسمه داوود اثر میکلانج دقت کنید. کمالگرایی در این مجسمه به خوبی میشه مشاهده کرد. معماری رنسانس سعی در شبیه شدن به معماری کلاسیک یونان و روم باستان داشت. در این دوره برخلاف گوتیک که رمز آمیز بود، هیچ گونه رازآلودگی وجود نداشت. همه چیز به وضوح مشخص بود. در این دوره دیگر نمیشد به اثر هنری با دید نمادین و تمثیل نگاه کرد. همه چیز به عین نمایان بود. معماری رنسانس تأکید بر تقارن و هندسه داشت و این ویژگی رو میشد در معماری یونان باستان هم دید. به عنوان مثال معمار پارتنون اونقدر به زاویه دید انسانی توجه کرد
که خطای دیدی که در پرسپکتیو ایجاد میشد رو سعی کرد در ستونها هم اجرا کنه. قطر ستونها از پایین به بالا کمتر میشد. وقتی معماری به سمت وضوح می رود، سعی دارد که از اشکال خالصتری استفاده کنند، از جمله مکعب، هرم، دایره و غیره. یکی از نکات مهمی که در معماری دوره رنسانس نسبت به دوره‌های قبلش یعنی گوتیک وجود داشت، تأکید بر خطوط افقی بود. به عنوان مثال، اگر در دوره معماری رنسانس معمار قصد داشت تقسیماتی را انجام دهد، این تقسیمات به صورت سه بخشی افقی بودند. این تقسیم بندی ها در دوره‌های قبل به ویژه در کلیساهای گوتیک به صورت عمودی بودند. پلان ها در این دوره به صورت متمرکز و مرکزگرایی بودند. به عنوان مثال، اگر معمار قصد داشت که از فرم صلیب استفاده کند، از صلیب چلیپایی یا همان صلیب یونانی استفاده می‌کرد. در این دوره ساخت میدان‌ها و آبنماهای شهری آغاز شد. خانه‌های اشرافی و ویلاها در این دوره شروع به شکل‌گیری کردند. تناسبات انسانی‌تر شد و شهرها به صورت آرمانگرایانه‌تر طراحی شدند. هنر دوره رنسانس واقع گرایانه و کمالگراست. این هنر با توجه به پرسپکتیو، هندسه و ویژگی‌های ریاضیات شکل گرفته. در زمینه شهرسازی، ساخت آبنما و میدانها در این دوره به رشد عالی رسید. اگر بخوایم در مورد تاریخچه و پیشینه میدانها صحبت کنیم، میشه به آگوراهای یونان و حیات مرکزی‌های کاخ کنوسوس اشاره کرد. در مورد اینکه آیا در گذشته طراحی شهری وجود داشته یا نه، باید پاسخ داد که قطعاً وجود داشته، اما به صورت برنامه‌ریزی شده و هندسی اگر بخوایم بررسی کنیم، باید به هیپوداموس مراجعه کنیم. او یک معمار، شهرساز، فیزیکدان، فیلسوف، هواشناس و ریاضیدان بود. هیپوداموس به عنوان پدر طراحی شهری به روش علمی شناخته میشه. او در خلال قرن 5 قبل از میلاد، دوره‌ای که عصر کلاسیک یونان باستان محسوب میشه، زندگی میکرد. طراحی شهر پیراوس در پیش از 446 قبل از میلاد از کارای اوست. از دوره رنسانس بود که میدانها و فضاهای شهری و آبنماها به عنوان کارکردی جهت منظر و تجمعات شهری ساخته شد. همچنین طراحی شهری کاملا منظم و هندسی با فرم ستاره‌ای در دوره رنسانس آغاز شد. از نظر نوع پوشش سقف، سیستم طاق‌های پیشرفته گوتیک جای خود را به طاق گهواره‌ای و گنبدهای رومی داد. به طور کلی در رنسانس بیشتر توجه به روم باستان بود تا یونان، اما رفته رفته ارتباط بیشتری با یونان باستان برقرار شد. در این دوره از شیشه‌های رنگی بدون نقش و نگار استفاده می‌شد. سوالی که میتوان مطرح کرد این است که چرا به دوره رنسانس عصر نئوکلاسیک گفته نمی‌شود؟ که در پاسخ باید گفت به این دلیل که با وجود بازگشت به المان‌های هنر و معماری روم و یونان باستان، دارای نوآوری‌ها و خلاقیت‌های بسیاری توسط هنرمندان بود. این در حالیه که نئوکلاسیک به معنای کپی و برداشت عین به عین می باشد. معماری رنسانس را می توان به 3 مرحله آغازین، پیشرفته یا میانی، پسین یا متأخر تقسیم کرد. برونلسکی و آلبرتی از پیشگامان مرحله پیشین یا همان آغازین معماری رنسانس به حساب می آیند. فیلیپو برونلسکی به طور کلی اولین معمار حقیقی سبک رنسانس به شمار میاد. شیوه های کلاسیک رو به این سبک وارد کرد. در طراحی‌های او بر تقارن و ابعاد دقیق تمرکز بود. تمام ویژگی‌های معماری ارتباطی مستقیم با یکدیگر داشتند. کلیسای جامع فلورانس به سبک گوتیک و نمای رنگارنگ آن به سبک نئوگوتیک انجام شده.
اما گنبد 8 ضلعی و آجری این ساختمان و کلیسای سن لورنزو از جمله نمونه‌های سبک رنسانس محسوب میشه و البته بخشی از معماری آنها پس از مرگ برونلسکی به افراد دیگری سپرده شده. با توجه به اندازه بی‌سابقه گنبد کلیسای فلورانس، برونلسکی میبایست ماشین‌های مخصوصی را نیز اختراع می‌کرد تا هر بخش از آن را بالا برده و سر جای خود قرار دهد. این اقدام او به نوبه خود در پیشرفت معماری و روش‌های ساخت و ساز تأثیرگذار بود. آلبرتی همانند بیشتر معماران رنسانس تحت تأثیر ویتروویوس قرار داشت و بر این باور بود که معماری باید نتیجه زیبا داشته باشد، اما در این حال باید از ابعاد و نسبیت به شکلی استفاده کرد که به ساختمان دوام و ماندگاری و استحکام بخشد. کتاب تأثیرگذار او با نام 10 کتاب در باب معماری راهنمایی‌های کاربردی راجع به اقتباس‌های شیوه کلاسیک و استفاده از آنها در ساختمان‌های مدرن را در بر می‌گیرد. می‌توان گفت آلبرتی جلودار طراحی نمای کلاسیک به حساب میاد. نمای کلاسیک سنت آندریا از بهترین آثار اوست که به یک طاق پیروزی شباهت دارد. هنر و معماری رنسانس طی مرحله کوتاه رنسانس پیشرفته اوج تقارن و هارمونی کلاسیک را به خود دید. رواج این مرحله از حدود سال 1500 تا 1525 میلادی تخمین میزنند. تأکید این سبک بر روی تناسب، تعادل و زیبایی ایدئال بود. همچنین طرح مرکزی و تقارن چرخشی در این دوره رواج داشت. سبک رایج دوره رنسانس پیشرفته را میتوان به بهترین شکل در آثار برامانته مشاهده کرد. استفاده برامانته از شیوه‌های کلاسیک در ساختمان‌های معاصر میزان شجاعت و اعتماد به نفس معماران رنسانس در استفاده از شیوه‌های قدیمی را نشان داد. تمپیتو به معنای معبد کوچک بهترین اثر کامل شده او به شمار می رود و در حیات کلیسای سن پیترو واقع شده. برخلاف ابعاد کوچک این بنا، اغلب آن را به عنوان اثر برجسته مرحله پیشرفته معماری رنسانس معرفی می کند. تمپیتو با ستونهای دوریک خود بر روی مکانی واقع شده که سن پیتر در آن به شهادت رسید و بخش‌های مختلف آن به خوبی با یکدیگر هماهنگی دارد. نظم و سادگی بیش از اندازه رنسانس پیشرفته در مرحله بعدی تا حدودی کمرنگ‌تر شد. جای خود را به تکلف گرایی داد که با نام رنسانس پسین شناخته می شود. در واقع می توان گفت که این سبک واکنشی به کمالگرایی رنسانس پیشرفته بود. معماران در این مرحله عمدتاً به دنبال نوآوری و پیچیدگی بودند، تا جایی که گاه حتی به نتیجه عجیب و غریب می رسیدند. آندرا پالادیو سرشناس‌ترین معمار رنسانس پسین و از جمله افرادی به حساب می آید که به روی زیبایی سبک کلاسیک تأثیر داشت. او بیشتر با طراحی ویلا شناخته می شود و برای ساخت اقامتگاه‌ها، ساختمان‌های شهری و دانشگاه‌های بیشماری در سراسر دنیا از سبک آندرا پالادیو الهام گرفتند. او جریانی را با نام معماری پالادیان ایجاد کرد که تا 3 قرن بعد از آن هم طرفداران بسیاری داشت. در سبک پالادیان ساختمان مرکزی را 2 جناح یک شکل احاطه می کند تا تقارن آن حفظ شود. این توازن را در نمای داخلی نیز رعایت می کند و سالنی بزرگ در مرکز ساختمان قرار می گیرد. همچنین ساختمان ها معمولاً یک طبقه اصلی بلند و یک طبقه شیروانی کم ارتفاع را در بر می گیرد.